بنابر دستور مرکز بهداشتی ریاست تندرستی ولایت سوخت از این به بعد آنهایی که گواهنامه ام ندارند نمیتوانند در توی معرکه ها شرکت کنند. مسئولان این اداره میگویند در همکاری با مقامات انتظامی این روند را نظارت میکنند و بنااً به مالکان طربخانه ها هشدار داده شده است. دستوری مشخص است در آینده، یعنی که اگر وسعتی سیرت‌یابی پیدا شود البته این چاره ها قطعی دیده می شود. ما خود میدونیم یکی از منبع‌های سرایت این جمع‌شوی آدمان است و توی خانه ها یک جمع‌شوی ریچی اهالی را نشان می‌دهد که سیرت‌یابی تیز پخش می شود. در این مکان ها، در بازارها، در جای‌های گشت و گذر ولی که ساکنان در بوگش‌ها البته این منبع اساسی می شود که با سرعت همین بیماری اوج میگیرد. از این پیشتر ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی ولایت سوخت هم با نشر آگاهی به اکثر رانندگان توصیه داد که بدون امگذرانی به پایتخت سفر نکنند. مقامات تندرستی میگویند این دستور برای دیگر باره اوج نگرفتن بیماری همگیر روی کار آمده است. خواهشمندی شود، هیچ کم خواهش نمی‌کنه، آدم خواهش نمی‌کنه. حتما اکو گفتن دادکو. شما خودتان هم گرفتید نه؟ اکو میگیرم. خدا خواهد میگیرم. من کرونا شدگی بودم دیگه. ولی اکو ممکن نیست من بر. یعنی ینور رو میگیرم خدا خواهد. سرش بهم خیلی وای بود کو. خواهشمند بود. باز دیدوس که نمیشه. وقتی چی گنده نیکوخه. هر میکروبوی وای bir kore میکشتگی سگون وای. اند خیلی سو وای که برون داشت. که این دچی داخل باشه. بعضی مردم سلامتیش نمیبرد، بعضیش میبرد. با معلومات اداره بهداشتی حالا تنها 50% ساکنان وایه اول و حدود 40% وایه دوم را گرفتند که این از روی نشانداد به مراتب کم بوده است. این هم در حالی است که ولایت سوخت با دو همسایه کشورش ازبکستان و قرقیزستان مرز مشترک دارد و رویهای مسافران اینجا زیادتر به نظر می رسد. هرچند نمایندگان سازمان جهانی تندرستی روز 3 دکبر گفتند که تاکنون درباره فوت آدمان از اومیکرون نوع جدید کرونا ویروس گزارش نشده است، ولی نگرانی‌های زیاد را به وجود آورده است. این نوع ویروس بار اول آخر ماه گذشته در آفریقای جنوبی کشف شده در 40 کشور دنیا پهن گردیده است. وزارت تندرستی تاجیکستان چند ماه به این سو خبر می‌دهد که در کشور یگان مورد سرایت کرونا ویروس ثبت نشده است. مقامات این را یکی از نتیجه‌های مهم امگذرانی می‌دانند، اما بعضی از کارشناسان و ساکنان می‌گویند ممکن است شدت بیماری اندکی پایین آمده باشد ولی پره از بین نرفته است. فرزان محمدی، رادیوی آزادی، شهر خوجند.